این همون چای آبیه که الان صداشی شنیدی. اینو ما داشتیم لایروبی میکردیم، برق رفت، مغنی تایچا بود. این پسره که کارگر مغنیه بود، بچه شوخ و بامزه‌ای. یارو بهش گفتش که طناب بنده پایین، برق رفته، من بیام بالا فعلا که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. یه طناب اونجا بود 2-3 متر، یه طناب هم بود 10-11 متر. یارو اون طناب 2-3 متریه رو انداخت، در صورتی که عمق چاه حدود 7-8 متر. این هی دار می‌زد، میگفتش که طناب درسته رو بنداز. کاری نداریم، داشت باهاش شوخی میکرد. علی میخوام یه گوشی دستت بدم، باشه بد نیست. خیلی وقت هستش که تو توی چاه 7-8 متری افتادی و خیلی دقیق میدونن چاه 7-8 متره، ولی طناب 3-4 متری میفرستن بلات. ادای کمک کردن در ادا شدن، اینا خیلی به درد نخورن، خیلی نامردن اینه که ادا شدن.